وقتتون بخیر، وقتتون بخیر. سال نوتون مبارک، سال نوتون مبارک باشه. یه سوال ازتون دارم. خواهش می‌کنم. زنده باشید. حالا اجازه بدید من یه به نظر شما ما مشکلات زیاد داریم. این همه میدونن. مشکلات اقتصادی وجود داره، گرونی که همه هست. با این وجود میخوام بدونم که آمریکا تونسته تو این چند سال ملت بزرگ ایرانو به زانو در بیاره یا نه؟ نه خیر، آمریکا هیچ غلط نمیتونه بکنه. میدونی چرا آمریکا ما الان خودکفا شدیم. چند تا دانشمندای ما را ترور کردن. واسه چی؟ به خاطر اینکه میخوایم رو پای خودمون وایسیم. درسته یا نه؟ اینا همه این ایرانی‌ها تقصیر آمریکا، اسرائیل، اروپا. به خاطر اینکه ما خودکفا شدیم. این جیرانی 100% به خاطر آمریکا، اسرائیل. اون خانم هم که طرفدار شاهه. برم گم شد. آره من نظر چیه؟ حالا هر کی اظهار نظر خودکفا شدیم. ما در حال کل جهان از ایران حساب میبرن. رو پای خودمون وایسادیم. مثل شاه وابسته نیستیم. فهمیدی؟ به خاطر همین ما الان توی درست یه خود شیرونی هست. اون خانم و این لخت و پتی اینا رو ولش کنه. هر پاشه از من بپرس، حزب اللهی هم بچه تبلیغم، زمان جنگ خدمت کردم. اینا رو ولش کن. به خاطری که من خودم میخوای پارتی ایسلام نشون بدم. قبولتون. دستتون در نکنه. جنگ خدمت کردم. میدونه چی شده، چی کار کرده بود؟ کل دنیا ایران جنگید. همه جیرانی ها زیرتر آمریکا، اسرائیلی. تمام شد و سلام. یه خوردن این دزدار، این 3000 میلیارد اینا مسئولین اصلا تقصیر ندارن. یه تا دزدن این بیچاره روحانیت چیکار کنن؟ یکیش همون چیه؟ رئیس بانک صادرات فرار کرد کانادا. اون دزدی کرده. به خاطر چه؟ خیلی ممنون. باش سلام.